سلام. تا حالا شده حس کنی هیچ انگیزه‌ای نداری؟ با کلی هدف و برنامه شروع کردی اما حالا احساس میکنی همه چیز متوقف شده؟ هیچی طبق نقشه جلو نمیره؟ فقط داری تماشا میکنی و سردرگمی؟ اگر این حسو داری بدون که تنها نیستی و مهمتر از اون راهی برای بازگشت هست. در این ویدیو با هم 5 تکنیک ساده و مؤثر رو مرور می‌کنیم که کمک می‌کنن حتی در روزهای بی انگیزه همچنان حرکت کنی و از مسیر خارج نشی. بخش اول، چرا انگیزمون از بین میره؟ بی‌انگیزگی همیشه نشانه تنبلی یا ضعف نیست. خیلی وقتا ما هدف داریم، تلاش میکنیم اما فشارهای روانی، شرایط بیرونی یا مقایسه با دیگران باعث میشن احساس خستگی و بیرمقی کنیم. 3 دلیل اصلی کاهش انگیزه عبارتند از 1. انتظار نتایج سریع. ما به دنیای فوری عادت کردیم. اگه نتیجه زود نرسه خیلی زود ناامید میشیم. 2. مقایسه با دیگران. شبکه‌های اجتماعی پر از موفقیت‌های ظاهری است. ما خود واقعیمون رو با نسخه‌های ویرایش شده دیگران مقایسه می‌کنیم. 3. خستگی ذهنی و فرسودگی. وقتی بدون استراحت تلاش می‌کنیم، ذهن و بدنمون تحلیل میره. اما خبر خوب اینه، انگیزه چیزی نیست که یک بار از دست بره و دیگه برنگرده. میشه دوباره روشنش کرد با ابزارهای درست. حالا بریم سراغ 5 تکنیکی که بهت کمک میکنه با انگیزه بمونی. تکنیک اول، فقط 5 دقیقه شروعش کن. مغز از شروع کردن میترسه، نه از ادامه دادن. به خودت بگو فقط 5 دقیقه انجامش میدم، بعدش میتونم ولش کنم. اکثر اوقات بعد از 5 دقیقه میخوای ادامه بدی چون وارد جریان شدی. تکنیک دوم، پیشرفت‌های کوچیکت رو ثبت کن. هر روز یک کار کوچیک رو یادداشت کن، حتی اگر فقط 10 دقیقه مطالعه کردی یا تخت خوابت رو مرتب کردی. دیدن همین قدم‌های کوچیک مغز رو به ادامه تشویق میکنه. تکنیک سوم، با دیروزه خودت رقابت کن، نه با دیگران. هیچ کس زندگی تو رو زندگی نمیکنه. مقایسه با بقیه فقط استرست رو بیشتر میکنه. اما اگر فقط تلاش کنی امروز 1% بهتر از دیروزت باشی، یعنی در حال پیشرفتی. تکنیک چهارم، چرای خودت رو به خودت یادآوری کن. چرا شروع کردی؟ دنبال چی هستی؟ اگه دلیل و هدف اصلیت رو فراموش کنی، خیلی زود از مسیر منحرف میشی. یه جمله، یه تصویر، یه موزیک که بهت انگیزه میده همیشه همراهت باشه. تکنیک پنجم، به خودت استراحت بده، نه سرزنش. اگه یه روز انگیزه نداشتی طبیعیه. به جای سرزنش استراحت کن و از نو شروع کن. ما انسانیم، نه ماشین. استراحت سالم بخشی از پیشرفته، نه توقف. و حالا جنبندی. اگه تا اینجا با من بودی یعنی هنوز یه جرقه امید توی وجودت هست. همین امروز یکی از این 5 تکنیک رو امتحان کن. حتی اگر فقط یکیشو انجام بدی، 1 قدم جلوتر از کسی هستی که هیچ کاری نمیکنه. و حالا یه سوال، تو وقتی بی انگیزه میشی چی کار میکنی؟ جوابتو توی کامنت ها بنویس. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو با کسی که فکر میکنی بهش نیاز داره به اشتراک بذار. یادت نره کند رفتن بهتر از وایسادنه. تو میتونی.